باز هم بازیکن اهورا داره زمین رسید و از نقطه کرنر ضربه رو خواهند زد. یه خود اون برتر از نقطه کرنر بود، موقع برای اهورا و توی دروازه حساب کار 1-1 مساوی میشه و موسی زاده است که گل مساوی رو به ثمر میرسونه. ملاحظه میکنید اینجا بود که با این ضربه با پای چپ توپو به تاق دروازه کوبوند و حساب کار رو 1-1 مساوی کرد. بازم خود موسی زاده زننده گل تیم اهورا. مهرداد قنبرزاده مزاحمت ایجاد میکنه، توپ از اون سمت به بیرون میره. پرتاب برای